لسان شما خب یک سوال میپرسیم. خب این کلام وقتی من جواب گفته بودم با سعی پرسیدم بود من انشالله فصیحتر جواب میدم. دیسک ملای زمانوی را تماشا کردن جایز است یا نه؟ بابا جان چی جای پناهیش هست که ما و همه قریب تماشا میکنن؟ این مرد خیشم تماشا میکنند است. زیرا در وی تحقیر علما و تحقیر و مسخره بعض عملها به مانند نماز خوانی و موعظه ها و مسجد رفتن و دیگرها و غیر هست. چی میشده باشد عاقبت تماشایی؟ من یک بار گفته بودم که هر دیسکی کینایی که امروز از خارج کشور میاد، چه از ترکیه است، چه از ایران است، چه از امریکا، چه از ایران، جایی که باشد، اگر در وی تحقیر علما باشد، تحقیر اسلام باشد، تحقیر عملهای اسلامی باشد، والله تماشاش کفر است. باز میگم که هر کی دیسکی ملای زمانه بیاد، من خصوصا دین شریعت دیسکی او را آورده تماشا کردم به خاطر جواب گفتن شما. بله تحقیر صراحتا تحقیر در دین است، تحقیر در علما است، تحقیر در اسلام است، تحقیر در نماز است، تحقیر در بندگان خدا است. اگر هر کی این تحقیر تماشا کند در خانه‌اش با زن و فرزنداش و پدر و مادرش با در تحقیر اونها خندند و قرصن زنند، همین خانواده همش کافرند. این تحقیری که امروزها ما ملاها میشنیم بس نیست که با شما مسلمان ها و تحقیر آورده در خانه هاتون تماشا میکنید. مرگ همون مسلمان است که تحقیر بنده خدا، تحقیر مسلمان، تحقیر عمل خدا را بیاره در خانهش با تماشا کنه قصدک نخنده. تحقیر این زیاد بشه و نام ملا را ملا کیلس نام کرده. خدا در تیپی سری کافی را زند. بنابراین هر کی میبیاره در خانه پول صرف میکنه، اینا فروختنشان حرامه، پولشان حرامه، تجارتشان حرامه. هر مغازه و مگزینی که دیسک ملای زمانه همیشه دیسکای مبتذل و فاحشگی و حرام میفروشن تا مردم از راه خدا منحرف کنن، تا علما را بدنامی مردم و ملت نشان دهند. والله اینا کافرای تماشا کنندشان کافرای، فروشندشان به کفر میدرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من از زبان قرآن به شما میگم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. سوره لقمان آیه 5 6 و 7 نگاه کنید. برای خطاب ترجمه های قرآن هم داره. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، روز میشه که مردم پول میتیند از مغازه ها و بازارها سخن الله و بیهوده به مانند دیسکی ملای زمانوی دیگر ها خریده خانه هاشان بیارن بغیر علم، تا که مردم از راه علم و از راه سعادت و فیروزی منحرف کنن، دور کنن. دوام آیت میگوید که وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لهم عذاب مهین. شما این مردم آگاه کنید از عذاب سختی خواهد کننده. او را یک روز تماشا میکنی، او را 10 روز تماشا میکنی، او را 100 روز تماشا میکنی، بعد از مرگ جواب است. روز قیامت چشمای شما را خدا پر از سرخ آتشین میکند. بنابراین نکنی خوبتر و بهتر است بدن عزیز. حرام است. چیزی حرام است؟ حرام دیگه او رعایت نمیشه به خاطر هیچ کس. چیزی که خدا حرام کرده است ما حلال کردش نمیتونیم. خب السلام علیکم بابا جان، من دانشجو هستم. چند وقت بعد میشود که من نماز جمعه را اینجا آمدم میخوانم. بابا جان آیله ما همه نماز خوانند لیکن به دنیا بسیار داده شده اند. از روزی که من به مسجد شما آمدم تماما آدمی دیگر شدم. پروردگار چرا حیات دیگر گرداند. من هر جمعه سخنان شما را ثبت کرده و جلوهایم گوش میکنم. در خانه باشند این چنین ما پدرم گوش با پدرم، اما پدرم گوش کردن نمیخواهد. جورهاش میخواست از گوش کنن، این مرده که پدرش نمیخواست گوش کنن نمیخواهد. و شما را و ما را دشنام های قبیح میدهند. الحمدلله خب ما را دشنام کنه حال کم است، بسیار تجربه گفتن. خب مرا میگوید که از روزی که تو به همان جا میروی دیگر شدهی، برای آنکه نمیگذارم که
آمده با زنهای همسایه غیبت کنند. یعنی مادر و خواهرام میگه من نمیمانم که بیرون برای بارک الله جوانی با غیرت که با زنهای همسایه در کوچه غیبت کنند سخنهای دروغ و دادرهایم را در باب نماز سختگیری میکنند. آنها مجبوری نماز میخوانند. برای سختگیری کردنم پدرم من و شما را دشنامهای قبیح میکنند. روی این پدر سیاه این کافری بدبخت این هم همون مولای زمانوی تماشا میکنه چی بلا. من پدرم رو میگویم که داملا را دشنام نمیده زیرا تحقیر و دشنام علما کفر است. او باز غضبناک شده بسیارتر دشنام میدهد. اولش که اینجا باشه برادر عزیز خانه‌های مرا سبت که بوده در این پدری گمراهی بیدین و درسان. حالی هم سری وقت است پدر بزرگوار آنگیش از قالب نشسته است. جان در غرغره قلوب آمده است. یه شخصی متکبری هستی. از این دشنام‌های قبیحی که تو ما را میکنی ما الحمدلله زید نمیشیم. ما فشار مانم نمیبره که تو سگ چگونه لغلق میکنی. لیکن مبارک است در اینجا برای ما که تو با این حقارت و دشنامی که ما را میکنی پروردگار مجبور کسانی که ما را بهشت ببرد. بهشت بر ما واجب کسانی. مایلش اگر با همین واسطه حقارت‌های تو ملعون پروردگار من بهشت برد من دعا میکنم که تو را باز همیشه گمراه کند و حقارتی زیاد کردن گیری. لیکن همون دوزخته که عذابی مهین و عذابی سخت دارد جایی تو گردانش و امثال شما باری منافقا را خدا از جامعه برداشته کرد. باید شکر میکردی که بچه تو صاحب هدایت شناست. باید شکر میکردی و امثال تو منافقا شکر میکردی که بچه ها تا راه راست رفته است. گرایی کش نشناست. عرب مش نشنای. زناگر نشنای. دوست نشنای. آدم کش نشنای. این نصیحت همین مسجد گرفته گیه بچه تو. باید شکر میکردی. الحمدلله میگفتی. سری بچه تا سینه میکردی. بچه تا با پلوس و پل زیادتر میدادی که بچه به هر جمعه را از اونجا نصیحت کنش کن بیاد. سب کن بیاد سخنی دمله ها را ما هم گوش کنیم. لیکن خود فی دلی را خدا محکم کرده. پروردگارا این بندت خودت به حکمت و به رحمت خودت از این راهی گناه گردان. اگر در تقدیر عمرش گشتنی باشد گردان. اگر گشتنی نباشد طلب تقدیری تو برای هدایت این نرفته باشد خدایا جوانی مردش کن از جامعه برداشتش گردان. السلام علیکم بابا جان. اگر امام را بعد از قرعه اول در رکعت سیوم دریافت کردی چی کار کند و چگونه نمازش را تمام کند؟ یه شخص اولش که نماز حرکت کنه دریافت کنه برادر عزیز. دومی که متاسفانه یک امام بابا شد آمده که امام قرعه اول کرد است خیست است رکعت سیوم نخیسته. شما در هر حالی که ایمان دریافت کرده مطابقت شما شرط است. شما مطابقتی کنید. در منتظر نشوید که امام از رکوع خیزد یا از سجده خیزد. در همه حالت ایمان که دریافت کرده مطابقتی کنید. در شما اختیار کنید. خب در رکعت سیوم وقتی که شما دریافت کردید این دو رکعت با امام خوانید